علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من خواهرتون از تاجیکستان میخواستم از برنامه خوب شبکه جهانی صالحان استادگذاری بیان کنم و به همه شما صدای بزرگواری شبکه‌های توحیدی الله مهربان ثابت دنیا و آخرت و مسیح کنند و الله مهربان شما را حفظ کند و هرگز بیمار بزرگوارمان سلیمانی را الله مهربان شفای کامل نازل بیاد و حفظشان کند و نگهبانشان باشد و به همه شما صدای بزرگوار شبکه‌های توحیدی ثابت دنیا و آخرت را آرزومندم. الله مهربان در جنت در مجلس پیامبرمان صلی الله علیه و سلم بسیار برکت الله جمعمون را جمع گرداند. اللهم آمین. جزاک الله خیر از صدای بزرگوار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.